سلام بچه ها، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم چیکار کنیم؟ اومدیم چیپس کتلت کنیم دیگه. راست میگی، اومدیم امروز چیپس ها رو با هم ترکیب کنیم، یه کتلت مشوی با هم درست کنیم. بریم سراغ چیپس ها. خب بچه ها اومدیم شروع کنیم از اولین چیپس ماست و ریحان. یه تست بدم هیچ کنیم. نمره چند میدی بهش؟ 6 میدم. چیپس ماست ریحان از ما نمره 6 میگیره. میریم سراغ چیپس بعدی. چیپس ساده است، نمکی هم ساده نمک. این همیشه دلخواه بوده و همه دوست داشته. نمره چند؟ خوبه، 8 رو بهش میدم. نمره 8 برای چیپس ساده نمک. چیپس کچاپ، چیپس گوجه‌ای. نهو میگیره. اینو واقعا میگه. خدای خوشمزه است. نهو میگیره. چیپس سرکه نمکی. این یکی هم تست میکنیم و میریم سراغ ویدیو. این 10 میگه واقعا. 10 نه، نو. هم اندازه کچاپ نو. پفک بعدی. به نظر چند میگیره؟ 6 و نیم. 6 و نیم. پفک چاکلز کچاپ 6 و نیم میگیره. واقعا خوبه. 8 رو میگیره. 8. بعضیاشون خوشمزه. اوه میریسی مسئله کاری. کرانچی چطور تنده. باش 60 آب بخوریم، 60 لیوان آب بخوریم پشتش. اوه وای خونده. واقعا 10 میگیره. واقعا همه خاطر کنده. سازه واقعا. بریم چیپس جدید و اشی مشی با اسنک مزه، اسنک پنیری. مزه هم کنیش تو زنم. آره بابا. خوبه واقعا. 8 به نظر 6. 6 و نیمه. پفک اشی مشی. خب اینم که تست کردیم دیگه، اون کوچیک‌ترش شد. اون دوباره بازش میکنیم. ببینیم بزرگترش رفت نه ریستر خوشمزه. اینم خوبه. 8. تمام پفک‌ها رو تست کردیم. بریم با هم ترکیبشون کنیم و خوردش کنیم. بریم سراغ خورد کردن این چیپس‌ها و به کتلت تبدیل کردنشون. اول کرانچیشون رو کرانچی تون براتش. یه گوشتی رو آوردم بکوبم تو سر این. داداش زیاد نریختی؟ خوبه. خیلی زیاده. یه رو تست کن. این درازه رو بخور. خیلی تنده واقعا. ولی از این طبعا خیلی خوشمزه. مثلا این یکی هم بریزیم با هم میده کنیم. بریز. اسمش تفک طلایی چیتوز اسمش. بعد دوباره میریم باز میریم. نریسم من. خب بچه میریم سراغ پفک بعدی. پفک اشی مشی. بریز تو بریز ولی همه رو کافیه. 3-4 تا بیشتر نریزیم بهتره. پفک کچاپ چاکلز. چیپس خیلی خوشمزه بودیم. بازم میکنم سرکه
یه ذره خوردشون کنم، پر شده. خیلی پر شده اصلا. زیاد ریختیم اولشو، با کم میریختیم واقعا. انقدریه که اینو اینقدر هم زیاد نیست ولی بابا خب له نمیشه. کرانچی رو ریختیم. کرانچی بزرگ. بریز من خود کنم. بریز. ریزم. چیپس بعدی چیپس کچاپ چاکلت. چه فرقی داره حالا؟ کلشو بریزیم دیگه. این کلا تموم شد. یه دونه ازش میخوریم. من خوری میذارم. من میخورم. تو دستت گرفتی، بذار اینجا بمونه دیگه. بذار اینجا بمونه. همیشه اضافه به خرج بدید تا فردا صبح میخورد نمیشه. واقعا بریم پفک بعدی. اینو که ریختیم همون اولی است. بریم سراغ چیپس ساده نمک. همشو بریز. نزم اونطوری اینطوری همش میپاچه بیرون. فکرم تا فردا صبح با شما هستیم. چیپس ریحانم بریز. چیپس ماست و ریحان بریز. خب بچه مشخصه که انگار فکر نکنم بشه کتلتش کرد اینو. یه ست عجق وجق در اومده واقعا. لسمور جل دوربین نشون بده. اینو میبینین؟ ببینین چه چیز عجیق وجیقی در اومده. اصلا یه ست عجیب غریب. عجب. خب بچه ها من این یه ذره خورد میکنم، میام بهتون نشون میدم. با هم همراه باشیم. خب بچه ها مشخص شد که نمیشه با این کتلت درست کرد. میخواد هرچی تلاش کردیم نشد. یه سر چرت و افتضایی در میاد. اصلا نمیشه درست وای نمیشه. بعد ما با شوبو میذاریم کنار، بیام به شما نشون بدم. ببینین چه شکلی شده. از همینجا ببینید یا بریم جلوتر؟ نه دیگه دیده میشه. بعد میخوایم نفری یه قاشق، فکر کنم من خوردم مثل انی در اومده واقعا نیست، چرت و پرتیه. مثل نفری یه قاشق بخوریم مریم تست کنه. قدرت نیست اونقدر، ولی با چیپس های خالی همینطوری میخوردیم خیلی بهتر بود. نمرش چنده به نظرش؟ افتضاحه. تو چنده؟ تو به نظر چنده؟ من 3 میدم بابا. من 1. اونم 3 هم به خاطر تندیشون خوشمزه میکنه. به خاطرم این هم پفک رو میبینیم با بندازیم بره. اصلا سه خوشمزه داره، هیچ وقت تستش نکنم. این هم پول داریم، مثلا 100,000 تومان پول داریم. هیچی که هیچ. لایک و ساب فراموش نشه. این بر ویدیو بعدی. فعلا خدا نگهدار.